خیلی خوش اومدین به کانال معبد روح. من شیرین هستم، نشانه و راهنمای امروزتون. امروز قراره مدیتیشن یکی از عناصر طبیعت یعنی درخت رو با هم دیگه تمرین کنیم. یعنی با قرار گرفتن در نقش یک درخت احساس انرژی مثبت، آرامش و رهایی رو در وجود خودمون احیا کنیم. پس اگر تو هم مثل من حتی با دیدن یک درخت در طبیعت احساس آرامش و انرژی مثبت می‌کنی و دوست داری این حس رو در وجود خودت ایجاد بکنی، با من همراه باش. قبل از هر چیز قدردان خودت باش که برای حال خوبت و انرژی و ارتعاشت ارزش قائلی و من هم ازت تشکر میکنم که برای حال خوبت این کانال رو انتخاب کردی. حالا با لبخند و در یک وضعیت آروم و راحت در حالت نشسته 4 زانو و یا اگر که تواناییش رو نداری در حالت درازکش در یک جایی که امن، آرومه و احساس امنیت، آرامش و حس خوبی میکنی قرار بگیر. در هر دو حالت بهتره که ستون فقراتت صاف باشه، گردن در امتداد ستون فقرات و سر در امتداد گردن. در همین ابتدای کار در ذهنت بیار که من برای حال خوب خودم اینجام و در حال حاضر هیچ کاری برای انجام دادن ندارم. من برای حال خوبم اینجام و در حال حاضر هیچ کاری برای انجام دادن ندارم. حالا با چشمای بسته چند نفس عمیق میکشیم. با 4 شماره دم میگیریم. نفس از راه بینی وارد بدن میشه. 4 شماره نگه میداریم و با 8 شماره از راه همون بینی از بالا به پایین مثل یک آسانسور نفس رو تخلیه میکنیم. 5 بار این شیوه نفس کشیدن رو انجام بده. آگاه باش که با هر دم آرامش وارد بدنت میشه و با هر بازدم تمام انرژی های منفی، ترس ها و نگرانی هات رها میشن. پاهات رو احساس کن که مثل ریشه های یک درخت در زمین فرو رفته. به ساق پات، رانها، قفسه سینه و شکم، قسمت میانی بدنت، شانه ها، دست ها، گلو و گردن، فک،
عضلات صورت، گونه ها، عضلات داخل دهان، شقیقه، کل سر و گردن. توجه کن و کل بدنت رو آروم ریلکس و رها کن. کل بدن رها. حالا به نفس طبیعی خودت بدون هیچ دخالتی توجه کن. با صدای ذهنت در درونت با خودت تکرار کن: با هر دم آرامش وارد بدنم میشه و با هر بازدم تنش ها و نگرانی ها از من رها میشن. با هر دم آرامش وارد بدنم میشه و با هر بازدم تنش ها و نگرانی ها رها میشن. و حالا قراره که نقش یک درخت رو در وجود خودمون ایجاد بکنیم. اول از همه تصویر یک درخت با هر سایز و هر مدلی که دوست داری با اون انرژی خلاق درونیت در قلبت ایجاد بکن. اون درختی که دوست داری رو در قلبت تصویرش کن. فقط نگاهش کن و سعی کن که با هر نگاهی که به اون درخت میکنی حسی که اون درخت داره رو در وجود خودت لمس بکنی. حالا توجهت رو بیار به بدنت و حس کن که انرژی مادر زمین از ریشه ها به قسمت میانی بدن و شاخه هات جاری میشن. ریشه های تو میتونن دقیقاً نقطه اتصالت به زمین زیر پات باشن. تنه درخت قسمت میانی بدنته که شامل قفسه سینه و شکمت هست و شاخه ها میتونن شانه ها، دست ها و سر و گردنت باشن. میخوام به تصور درونیت از درخت بودن نگاه کنی، لمسش کنی، حسش کنی و سعی کنی که با انرژی درون قلبت تا جایی که میتونی درخت بودن رو تجربه کنی. و حالا وارد چرخه فصل ها میشیم. اولین بار شروع پاییزه. پاییز میاد و شاخه های پر از برگ های رنگارنگت آروم آروم میریزند. حس رها کردن برگ ها دقیقاً مثل رها کردن تمام نگرانی ها و چیزهایی که
الان توی زندگیمون داریم و دیگه به دردمون نمیخورن. پس حس پاییز و حس پذیرش و رها کردن هر آنچه که باید رو در درون خودت ایجاد بکن. میتونه رها کردن افکار منفیت باشه، نگرانی ها و حتی رها کردن یک رابطه سمی که دیگه به درد تو نمیخوره. با صدای ذهنی درونت تکرار کن: من میپذیرم که برخی چیزها را باید رها کنم. من میپذیرم که برخی چیزها را باید رها کنم. من با رها کردن خودم را سبک و آزاد می کنم. من با رها کردن خودم را سبک و آزاد می کنم. بین حس رهایی در بدنت توجه کن و ازش لذت ببر. وارد فصل زمستان میشیم. فصل سوز و سرما، برف و بوران و درختانی که کاملاً لخت و عریانند. فضای ذهنی سرد و یخبندان رو در درون خودت احساس کن. حس سرما، لرزش، یخزدگی، انجماد، برف. شاید الان حتی احساس بکنی که بدنت داره میلرزه، یا احساس کنی که سرمای عجیبی روی پوست بدنت احساس میکنی. همه اینا کاملا طبیعیه و این نشون میده که تو واقعا در یک درخت زمستانی فرو رفتی. حالا با پذیرش این شرایط زمستانی، با صدای ذهنت در درونت تکرار کن: من صبر و ایمان فعال رو حتی در شرایط سخت در خودم تقویت می کنم. من صبر و ایمان فعال رو حتی در شرایط سخت در خودم تقویت می کنم. من امن هستم. من امن هستم. من حتی در شرایط سخت به جهان هستی اعتماد دارم. من حتی در شرایط سخت به جهان هستی اعتماد دارم. هر زمستان بهاری در پیش دارد. هر زمستان بهاری در پیش دارد.
حالا دقایقی دوباره به بدنت برگرد. بدنت رو احساس بکن. اجازه بده یک لبخند زیبا بر چشم، بر دهان و بر قلبت نقش ببنده، چون که داریم به فصل بهار نزدیک میشیم. بوی بهار میاد و تو حتی میتونی عطرش رو از راه مشامت و سوراخ‌های بینیت احساس کنی. بوی شکوفه های روی شاخه هات، عطر گل ها، بوی نو شدن، تازگی و بوی خوش طبیعت در فصل بهار. یه آفتاب ملایم، یه نسیم تازه و خنک که حس تازگی و نو شدن رو با امید و انرژی تازه هر لحظه وارد وجودت میکنه. این انرژی تازه رو از ریشه هات و مادر زمین، نقطه اتصالت به زمین زیر پاهات، وارد بدنت کن، وارد تنه و قسمت میانی بدنت میشه. حالا وارد شاخ و برگ هات و قسمت بالای بدنت احساسش میکنی. این انرژی مثبت، حس نو شدن، تازگی و یک تولد دوباره در کل وجودت احساس میکنی. انگار با اومدن بهار تو دوباره بازسازی شدی. حس چرخش انرژی مثبت در بدنت و احساس سبکی، رهایی و آرامش رو در کل وجودت احساس میکنی. انگار گردش خون در بدنت خیلی بیشتر شده و خیلی بیشتر احساسش میکنی. حالا با همون صدای ذهنی درونت تکرار کن: من آماده برای یک شروع تازه و فرصت‌های نو هستم. من آماده برای یک شروع تازه و فرصت‌های نو هستم. من از این انرژی تازه احساس نو شدن و تازگی می کنم. من از این انرژی تازه احساس نو شدن و تازگی می کنم. در جهان من همه چیز زیباست. در جهان من همه چیز زیباست. آروم آروم وارد تابستون
داغ میشیم. تابستون داغ و سوزان و احساس گرمای شدیدی که در ریشه هات، تنه و برگ های خودت احساس میکنی. حتی شاید یه جاهایی از وجودت از شدت گرما احساس سوزش میکنی. حتی اون سوزش رو هم احساسش بکن. گرمای شدید، داغ و سوزان. حالا با پذیرش همین گرمای تابستونی، با صدای ذهنت در درونت تکرار کن: بدن من معبد روحم، سراسر شور و عشق و گرماست. بدن من معبد روحم، سراسر شور و عشق و گرماست. زندگی در من جریان دارد. زندگی در من جریان دارد. گرمای انرژی بخش در وجودم احساس می کنم. گرمای انرژی بخش در وجودم احساس می کنم. حالا ازت میخوام دوباره به بدن اصلی خودت برگردی. پاهات، رانها، ساق پا، کف پا، انگشتان پا، قفسه سینه، شکم، شانه ها، دستهات، گردن، گلو، سر و صورت خودت رو احساس کنی. حالا آروم توجهت رو بیار به کف دست راستت و هر احساسی که در دستت هست توجه کن. اگر حس دانه دانه شدن، حس گرما، احساس سرما، ضعف، خستگی، هر احساسی که داری بهش توجه کن، بهش نگاه کن و در دست راستت نفس بکش. احساس کن که با هر دم نفست وارد کف دست میشه و حس آرامش رو وارد دستت میکنه و با هر بازدم خستگی و تنش رو ازش دور میکنه.
حالا با اون تصویر ذهنی درونت احساس کن که یه برگ در دست راستت داری. یه برگ در دست راستت داری که روی اون برگ یک فکر یا یک نگرانی که مدت هاست داره انرژی روانیت رو درگیر میکنه و حالت رو به هم میریزه، روی اون برگ نوشته شده. سعی کن شکل اون برگ، خط و خطوط روش، مدلش، رنگش و یا حتی اون دست خطی که اون فکر و یا نگرانی باهاش نوشته شده رو تصویر کنی. حالا احساس کن که تو با این برگ در دستت وارد یک باغ میشی. یه در چوبی یا سنگی، هر آنچه که قدرت ذهنت خلق میکنه برای تو باز میشه و تو با این برگ توی دستت وارد اون باغ میشی. با فضای ذهنیت اون باغ رو تصویر کن. درخت‌ها، گل‌ها، پروانه‌ها، آبشار، هر آنچه که اون نیروی ذهنیت اجازه تصویر کردن بهت میده رو ببین. از اون باغ لذت میبری، در اون نفس میکشی، چند تا نفس عمیق ازت میخوام که در این باغ زیبا بکشی. با دم آرامش رو وارد بدنت میکنی و با بازدم تنش ها و نگرانی هات رو تخلیه میکنی. 3 بار نفس عمیق بکش و به دم و بازدمت توجه کن. حالا احساس کن که در اون باغ یه نسیم خنک میوزه که شدتش خیلی زیاده. شدت و خنکای این نسیم رو روی پوست صورتت، دستات و روی کل بدنت احساس کن. احساس سرما، حس خنکی با فشار زیاد. سرمای این نسیم از زیر لباست هم وارد بدنت میشه. خنکیش رو از زیر لباست هم احساس کن. جریان این نسیم خنک هر چیزی که روی زمین باشه با خودش میبره. برگ یا هر چیز دیگه‌ای که روی زمین ریخته با قدرت این باد به حرکت در میاد. حالا آروم اون برگی که توی دست راست نگرانیت رو روش نوشته بودی با قدرتی که باد داره
از دستت رها میشه و باد اون رو با خودش میبره. به لحظه رها کردن اون برگ و اون شدت نسیمی که اون رو با خودش میبره توجه کن. به لحظه رهایی برگ و قدرتی که باد اون رو از دستهای تو جدا کرد و برد. حالا با صدای ذهنی درونت تکرار کن: من نگرانی هام رو رها می کنم و اونها رو به باد می سپارم. من نگرانی هام رو رها می کنم و اونها رو به باد می سپارم. با هر دم آرامش وارد بدنم میشه و با هر بازدم تنش ها و نگرانی ها رو رها میکنم. با هر دم آرامش وارد بدنم میشه و با هر بازدم تنش ها و نگرانی ها رها میشن. من صبر و آرامش رو تمرین میکنم. من صبر و آرامش رو تمرین میکنم. من در لحظه زندگی میکنم. من در لحظه زندگی میکنم. من عمیقاً خودم رو میپذیرم و آنچه که هستم رو دوست دارم. من عمیقاً خودم رو میپذیرم و آنچه که هستم رو دوست دارم. من به چرخه زندگی اعتماد دارم. من به چرخه زندگی اعتماد دارم. حالا وقتشه که آروم آروم به فضای بدنت برگردی. به نفسهای طبیعیت بدون هیچ کنترلی توجه کن. وزن بدنت رو احساس کن. حالا با آرامش انگشتان دست و پات رو تکون بده. و هر موقع که آماده بودی چشمای قشنگت رو باز کن. سعی کن حال خوبت رو به ادامه روز هم منتقل بکنی. ازت ممنونم اگر از این مراقبه لذت بردی اون رو لایک کنی، کانال رو سابسکرایب کنی و از تجربت در این مراقبه برای من کامنت بذاری.